سلام حضور شما ملت نمک نشناس، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در چند روز گذشته و در هفته گذشته خبرات بسیاری در حال پخش و نشر هست و یکی از این خبرها صحبت‌های جنجالی استاد بسیار محترم آقای علی لب‌آویزون اصلاح طلب می باشند. ایشان در یکی از اتاق‌های کلاب هاوس در حضور بسیاری از خانم‌های محجبه و محترم که همش هم دکتر هستن. گفتم در کلاب هاست همه دکترن، از دم همه دکترا. در این حضور 1000 خانم، آقایان بکنم آقایم چند آقایون هم بودن، آقایون ساله. در حضور اینها این آقای استاد راجع به مسائل مختلف جامعه صحبت کردن. چطوره با حالا میگم بهتون دیگه. یه از مسائلی که ایشون صحبت کردن راجع به این بود که پوشش خانم ها و زنان، حق پوشش خانم ها و زنان استعداد حیوانیه. ولی دیگه ما رو به خر ماده و گاو ماده و اینجور چیزا مثل که مقایسه کردن، استعداد حیوانیه. فهمیدی تا اینجا شو. یکی از دیگه مواردی که استاد عزیز راجبه صحبت کردن راجبه این بودش که اگر مردانی در کنار دریا بروند، شما تصور کنید مردان ما در کنار دریا رفتن و خانم‌هایی رو با مایه‌های 2 تیکه، 3 تیکه، 1 تیکه، 4 تیکه و یکی از اونها هست که مثلا نخی الهی ما تحت ایناست دیدند و اگر تحریک نشوند، خب اون مردها بیمار هستند. فقط مردهای سالم به مایه های 1 تیکه و 2 تیکه و اینجور چیزا عکس العمل نشان میدن و اگر عکس العمل نشان ندهن به نظر ایشان آن مردان همه از دم بیمار هستند. برای همین شما اگه دقت کرده باشید در صفحات مجازی ما، در صفحات مختلف یوز پلنگان و خرچنگ ها و پلنگ های مجازی ما، بسیاری از مردای سالم در حال کامنت نوشتن و صحبت‌های بسیار سالم در این صفحات سالم به سر میبرن که میشن حدود 80% جامعه همه سالم از دم. این مسئله هم که برای شما روشن کردنشون آقای استاد. چیز دیگری که آقای استاد راجبش در اون روز صحبت کرد، نه خانم‌ها همه تو اتاق نشستن، هیچ کدوم اتاقو ترک نکردن، نه قرص حاملگی هم کسی پرت نمی‌کرد در بین جمعیت. اونم نگران نباش. چطوره؟ خب آریدی که آدمای سال. این استاد عزیز به حرفشون در اون جلسه اضافه کردن و گفتن که اصلا خداوند میخواد که مردها تحریک باشن، متحرک باشن، تحریک بشن. آره والا خودشون گفتن آره دستور خداونده و فرمودن که الان البته از مشکلات دنیا هم صحبت کردن. ایشون فرمودن که الان اگر شما دقت کرده باشید در قاره اروپا مشکلات بسیار بزرگی وجود داره. یکی از این مشکلات بزرگ در قاره اروپا اینه که مردا اصلا تحریک نمیشن و بسیاری از زنان اروپایی به خاطر همین مشکلات مردان اروپایی به قاره آفریقا رو آوردن. آره والا مشکلات مردان اروپایی در قاره اروپا زنان بسیار دارن باش با ناراحتی دست و پنجه نرم میکنن. برای همین به قاره آفریقا اینا رو آوردن، مردان قاره آفریقا، و اینکه اصلا خداوند خودشون گفتن که اصلا دوست دارن که ایشون و جد آبادشون متحرک باشن. دائما تحریک. امیدوارم که از سخنان این استاد لذت برده باشید و یاد گرفته باشید. حرف دیگری نیست تا کلاب هاوس بعدی صحبتی دیگر و من اینجا برای شما استعداد حیوانی را با بیکینی که شما را تحریک نکند رو به نمایش خواهم گذاشت چند دقیقه دیگر. امیدوارم که از این درس ها یاد بگیرید. فعلا خداحافظ تا صحبتی دیگر. بروید. خداحافظ.
یاد گرفتید؟ با حجاب کامل می شود رفت به دیدار ماهی ها. جوراب یادتان نرم. نصف اهالی ژنو این شکلی می روند شنا. با چی فکر کردی؟ خیلی راحت می توانید غواصی کنید، شنا کنید، حجابتان رو رعایت کنید، این استعداد حیوانی رو بریزید بیرون و میبینید قشنگ سر جایش هست. شنا کنون بروید. زیرابی هم میتوانید بروید. زیرابی همه جورشو میشه انجام داد. جوراب هم یادتان نرود. آره بروید خجالت بکشید، استعدادهای حیوانی رو بریزید